اسنس آبرسان کوزارکس چیه، مناسب چه پوستیه و نحوه استفادهش و روش تشخیص اصل و فیکش چجوریه. اگه میخوای همه اینا رو بدونی تا آخر ویدیو با من باش. اول از همه برم بهتون بگم که این محصول چیه و برای چه پوستیه. این محصول همونطوری که از اسمش پیداست داخلش هیالورونیک اسید داره و آبرسانه. یه سرم آبرسانه برای انواع پوستا و پوستایی که خیلی خشکن هستن. میتونید از این سرم استفاده کنید. بافتش کاملا سرمیه و وقتی روی پوست میزنی سریع جذب پوستت میشه. اصلا سنگین و چرب و اذیت کننده نیست و باهاش جوش نمیزنی. حالا سوالی که خیلی میپرسین از من اینه که فرق این اسنس با اسنس حلزون چیه؟ اسنس حلزون آبرسان نیست، ترمیم کننده، محافظت کننده و سرمیه که باعث میشه بقیه سرمایی که روی پوستتون میزنید جذب بهتری داشته باشه. ولی این سرم کاملا آبرسانه و میاد بی‌آبی و دهیدراته بودن پوستتون رو برطرف میکنه و یه پوست شاداب بهتون میده. روش مصرفش چجوریه؟ صبح و شبا روی پوست تمیز به عنوان اولین روتینتون بعد از تونر میتونید ازش استفاده کنید و اگر هم که از تونر استفاده نمی‌کنید بعد از اینکه پوستتون رو شستید و پوستتون کاملا تمیز و نم داره از این روی پوستتون بزنید و بعد از 10 دقیقه هر محصول دیگه‌ای که دارید و میتونید ازش استفاده کنید که بهتره روی این محصول از کرم مرطوب کننده خودش هم استفاده کنید که اثر 2 برابر بده. حالا میریم سراغ این که چجوری اصل و فیکش رو تشخیص بدیم. وقتی که جعبه محصول رو توی دستت میگیری متوجه میشه که این مقوای خیلی معمولی نیست و بعد از اون یه کدی این طرف محصول هست با تاریخ که دقیقاً همون کد با همون فونت و همون رنگ ته جعبه این محصول هم نوشته شده. جعبه محصول یه پلاستیک خیلی محکمه و اصلا با دست فشار داده نمیشه و بافت محصول هم کاملا بدون بو و کمی غلیظه.